کشاورز رفت پیش آسیابان یک مقداری گندم رو قرض کنه. آسیابان هم این مقداری گندم میریزه توی دستمالی، گره میزنه میده بهش. یا همینطور که میاد تو مسیر دعا میکنه خدایا به حق عزتت گره از مشکلات مردم بگشا، گره از این بحرانی که ایجاد شده بگشا، گره از این دردها، گره از این حقدها، کینه ها، حسدها، عقده ها. اینقدر گره کرد تا گره دستمال باز شد، همه گندم ها ریخت رو زمین، به شدت به هم ریخت. رو کرد به خدا گفت سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی؟ من تو را کی گفتم ای یار عزیز که این گره بگشای گندم را بریز؟ آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بگشودن دیگر چه بود؟ من خداوندی ندیدم زین نمد، یک گره بگشودی آن هم غلط.